مخلصی درجه عالی بازی قدیمه تاجیکان و پایگاه روان عبدالوهاب عبدالنبی مرحمت در میدان تماشا کنیم برادران. حاضر در نفقه با نگن که حاضر باز میکشن. ای نرفته سه نه رفتی خیلی این اسپیرا زکی بدونیم که معرفی کنیم مخلصان برادر در اینجا یخ کرد مخلصان یخ کرد برادر در این روزی کشتکاری تیرموهی اگر یک برادر پهلوان بکشن که همو مادامی که ما مخلص شماییم شما که هی کردن ما را گردش خونمون زیاد میشود فشار میگن چی میگن خون بلندی بد میشود گرم میشیم یکی شما دمونده ازین برادر نیمی آدم به احمد مخلصی شما پتر کلاس میشود در این میدان نیمی خلق پتر کلاس میشود برادر پهلوان بدوان چکاش ای کار میمونم بز در هوا بز در زمین گاه در هوا گاه در زمین با بز حسین پهلوانی شلاق چیلچه نایه темурмалик با حسین پهلوان دیگر چاماندازان قوازمایی کرده ایسان عزیزم که اینجا پهلوانی سوخوزی 50 سالگی اینک بز در هوا بز در هوا بز در زمین گاه در هوا و گاه در زمین چرخا فلک برادر چرخا فلک پیکده تور که بچه پیکده تور که پیکده میشه اونم رای اصلا میمونم قاعده میمون قاعده میمون میشه بز در هوا بز در زمین چاواندازان برای گرفتن جایزه نوبتی با سمت دروازه ای پایان حرکت کرده ایستادند. جانبک رستموف داوری مرکزی ما بدانیم که شما چی توفه میمونید جانبک رستموف مدامه که بز نیم کره میدان را حرکت کرده گذشت بالاش در توفمان برادر چون که رفتی بز نقشه رامایی لکه سیدالی بزردستی رامایی پهلوان چربولک 50 سالگی نون به نام رامایی پهلوان
بانومی رحمایل پهلوان اسب پزدوی سیاه کی رحمایل پهلوان کوازمایی کرده ایستادن اسب خانزات 50 سالگی بابای حاجی خدای خلی همراوی آگی یکی از توایی های رحمایل نوم بانومی رحمایل پهلوان با سمتی دروازه بالا پی هم برادر دو بار حرکت های پی در پی کرد اما از طرفی برادرانی او در برش نبودند و مره نرسید نوم بانومی رحمایل پهلوان برادر نوم بانومی رحمایل پهلوان بسیار حرکت خوبی با ایرانه و تماشاگران نشان داد نوم بانومی سهراب پهلوان برادر نوم بانومی سهراب پهلوان نه بزن دیگه کسی رحیم بیرق برادر یک انگشترین طلا بیرق برادر به خبر نمان پهلوان با سمت دروازه بالا حرکت که برادر یک جواهراتی زن برادر به خبر نمان یک جواهراتی زن ها برادر ای پیش پس نیستان آمیسن ما هر چنده که کسلمند و مجلسی زنم برادر چون که آقی ورزشگر که نیستم توفه بودن نمیتونم جای خوف کهدان ای برادر ای برادر بخی پیش که اون صندلیت بفورد توفه جواهراتی زنه ای دست که تگی دست که برادر پهلوان به خبر نمان بز در دستی کشکر پهلوان از همراوی های temurmalik اینا برادر پهلوانه که با اسب سیاه قشقر در نزدی مخلصان است رحمایل پهلوان پسری بابای حاجی رحمانی قشلاقی جلبلاقی سوخازی 50 سالگی بسیار حرکت ماهرانه نشان داد با سمت دروازه پایان برای گرفتن جایزه نوبتی بسیار حرکت های پای در پای کرد اینک بز در هوا بز در زمین گاه در هوا و گاه در زمین بز در زمین بز در هوا گاه در زمین گاه در هوا بهروز از پالیش که بهروز از پالیش که سمراد نیست سمراد ما میشنوشم برادر سمراد و چشم میشنوشم بذاره بعد دستی جانب خزایو برای گرفتن جایزه نوبتی با سمت دروازه بالا از روی صورت حرکتی 300 برادر 300 بسیار حرکتی برام نازای مومد میخرم در میدان توفه بهترین یک جواهرات زن برای گرفتن توفه بهترین چوباندازان گوناگون ای ملک خدمان بین یکدیگر قوازمایی کرده ایستادند برادر مسافه دروازه بالا با بزیتنی او قدر مسافه نماند بسیار حرکت های ماهرانه که برادر به خبر نماند بهروز اسب بلند برار بهروز ایدرون برو اسب خنک بهروز اولاد تصوری نمیمونم دیدن گر بیدن نمیدانی غزل میخوانی غزل نمیدانی علایی میگوی
ای غزل از برای کارای دنیاگی میگو کارای دنیا را میگویی شا غزل غریبی اوه غریبی اوه غریبی هزاران داد و بیداده ای غریبی برادر غزل های غریبی را برای همون میگم چی طبعه که میدونین برادرای ما فرزندای ما باباهای ما خواهرای ما همه برای گرفتن غذا در مهاجرت مهنتی در همه مملکت های جهان کار میکنن برای همین سال ما فقط برای غریبی میگم برادر غریبی او غریبی او غریبی هزاران داد و بیداد غریبی غریبی او غریبی دانی ہے برادر لامکانای اوه غریبی غریبی کردم دوست رنگ رویم زرد گشت قامتم خمیاز گشت و جسم جانم سرد گشت قامتم خمیاز گشت و جسم جانم سرد گشت خداوندم خداوندم خدایم غریب در ملک مردم بینمایم تو چرا در حرکت که صاحب توفه بهترین نگردی غریبی او غریبی او غریبی هزاران داد و بیداد ای غریبی هزاران داد و بیداد ای غریبی بز در دست کشکر پهلوان است تو ناحیه темурмалик برای گرفتن جایزه نوبتی کشکر پهلوان با سمت دروازه بالا بسیار حرکت ماهرانه کرده ایستاده است لیکن برادر این توفه که جواهراتی زنه هر یک مرد میخواد که صاحبی توفه شود از آن جمله که من به هینه رو میفارم که همین جواهرات بگیرم برادر که یک بار بالای حرمت عزت شم نون بانوم کشکر پهلوان بسیار مهارت خوبی شهسواری نشان داد اما کچکر پهلوان به مرا نرسید بس از طرفی چپی دروازه بالا گاه در زمین و گاه در هوا چرخ و فلک حرکت کرده ایستاده است هزاران داد و بیداد ای غریبی ای خداوندم خداوندم ای خدایم غریب در ملک مردم بینوایم در آن ملکا که ما گردم غریب را کسی نمی پرسد زی حالی خسته مردی غریب ای دوست طبیبانم نمی پرسند ای غریبی او غریبی او غریبی هزاران داد و بیداد ای غریبی از اوری مرکزی میدان جانب رستم خواهشمندم که برای کشایش کار چواندازان بالای جواهرات طلایی زنده یگان توفه دیگر برادر با زم کند برادر زم کند جانب رستم مارم بر اینا بگی هی برادر کجا دهی آب برادر یک نبار کوخنی نبار آب برادر اینشم برای آب برادر ینگم بده آب برادر بسیار احترام خوب برادر ای خاندان میگیریم به خبر نمان برادر یک جواهرات طلایی زن یک کوخنی نبار میگه اینا ما هم نمیدونم با روسیه با تاجیکی های برادر که ما زبان روسی را کم میدونم از همین لحاظ برادر به خبر نمانن بسیار مهارت های خوبی پی در پی نشان صاحب توفه بهترین میدان بگردین پهلوان ها
نون بدوم ایام پهلوان یکی از تشبسکاران معرکه امروز و معرکه‌های بهترین ملک خطلون ایام پهلوان. ایام پهلوان به سمت دروازه بالا برای گرفتن جایزه نوبتی پی هم حرکت کرده ایستاده است. نون به نومی ایام پهلوان برادر. پهلوان در دو میدان هم برادر ماهرانه حرکت میکند، هم در زمین هم در بالای است. نون به نومی ایام پهلوانی قشلاق تسقط این ناحیه واسه بسیار حرکتی خوبی ماهرانه نشان داد، اما با مره نرسید. چوبره بچه مرد گوشینه بچه
خدا به طبیعه بازرگان بسیار و قوت خود می‌کنند یا خود مرجان و طلا و وقتی به خاندان می‌آمد زوجه فرزندان همسایگان همه نزدیک برادر بازرگان خدا ها داشت و خزینه این بازرگان نیست است برادر خدا که به خاندان آمد حتی وفادار هم کشی ندارد سوداگر خجالت شده بعد از خاندان برآمد رفت و در کاروانسرای تا ارشید حیات او به سر بود از کاروانسرای سوداگر او به سر بود و یکی از مجموع با یک بازرگان افکار گشت و ولی برادر توفهی بهتر نصیبی اول خالق پهلوان بلوبخش از بسی اول خالق پهلوان بازمونی کرد از کی ناحیه دنگره نومنی اول خالق پهلوان ناحیه temurmalik دریافت میشه زدن سویدی که توفهی بهترین گشت ادیان جواهراتی جمع لوازمات کوفی کیچی آشخانه من خش کرد مول موزیکت تمیورا سایدو اوجا برا اوجا نماشین توی باشی زندگی با تو قشنگه ای همیشه باور من سایه تو بر سر من زندگی با تو قشنگه دم بود ای تأثیرش بدین هم با رگو پیوند بود این جوابش نید از علی قلم کاروان دوست مگریست با حالم این جوابش نید از اهل قلم کاروان دوست مگریست با حالم زهر شیرین گفتنها دوست از فرزم بود زهر شیرین گفتنها دوست از این فرزم بود از تأثیرش پدر غافل بود اکای سید علی گوش میکنم گوش کنیستم گوش کسم نمی است بگو سورو پهلوان از جلبلوقی 50 سالگی بچه اکای حاجی زلفلی خوش آمدی بسیار با سمتی دروازه پایان حرکت کرده صاحبی توفهی بهترین گشت اسب که او قوزمویی کرد و مهارت نشان داد اسب اکای عالم خانزاتی جلبلوق و تازقله و برادر اسمه شنیده آخه خوش آمدی پهلوان شفیده نبیه چهلی میشه نگاه نگاه کسا غلط که بچه جانی بگ میدان نگاه که جانی بگ میدان نگاه که جانی بگ کجا دایی تو بهروز بز بکار که بز بکاره برادر بز بکاره برادر بز بکاره تای تقیم کده در تاری سرشه بز بکاره جانی بگ رحیم ایام پهلوان و غیره ها نظام میدان با دست بگیریم برادرها
نره ما فهمیدم پیاده نره جنگ ای بچه پیاده جنگ ده نره ای برادر من خونه میپرسن نسبت شما بابای ایام تیجی میدان نگاه که بابای ایام کیای برادرم و کیای اخلوم شما را بگو ما او پدر و بابا و بیبی و 70 پشتش خدی گم زنه بزا خوابی دانم دنیار دایی بزا شد بزا اعلام کن توفه نوبتی 50 سامانی پول از حسابی بچه های تنابچی یک تا روی پوشی زمستانه در میدان باسم دیگر روزای بالا پهلوان حرکت میکنی صاحب توفه بهترین میدان میگردی بزایه مخلصی از خیلایگی در این خاکی پود جانم خاک تب لپم بشی من کم کم تماشا کنم برادر تمام قابلیت خطا در بز نشان بوده همین بزم برادر غذا بز چی گپی هست همونجا حالش که بزن من که مقصود ایام بزن من که جانبیک کجا دایی تو جانبیک اول تینجی میدان رو بعد است بگیریم باید ما میدان تینج ها بعد بز بکشیم شما ما میبینه تینجی نو تینجی رو هم جیران قدی ای برادر بزی قدیم شید خبرنگار مول بتوان چوان بزنه بزی قدیم بلا بردار بچه بلا بردار پارتو aladı Ucaki parti برادر بز با آخر رسیده ایستاده است حرکت برای مهارت برای بزکشی نشان بتیم برادران تمامی مردم برای تماشای شما اومده برای جنگ باشه گرمن یا نبریم و هی برادر Hayki bacha, hayki! بیار ای بچه لسه تران نزدیک بیار لسه تران نزدیک بیار برای بچه تماشا مردکی چوانداز پیاده گردان رو احتیاط باش پیاده گردان رو احتیاط باش چوانداز یعنی به بچه هست بامد یعنی به بچه
مادامی که پیادهگر برای مخلصی تو به این میدان خنک تنک آمده او را برادر احترام کن. بشی مخلص بشکن. مادامی که رفتی بزنخزیاد با دقت تماشا کنیم بچه ها، بسیار با دقت تماشا کنیم. حاضر برادر ذکر پهلوان با سمت دروازه پایان بالا حرکت کرده. صاحبی یک توفه بهترین میدان گشت. چاونداز از فرخار از طلقله ناحیه واسه تخلصی از مستنگ. یا من خلیج فارس بوده ده مستنگ ها رو بسویده هم خلیج فارس رفته غیری مکن غیری همه خلیج فارس رفته از پاورده ببرده به همین تشلاق میگیریم و همین خدا خل میگیریم میشه همیشه هم خوبه. بسای خوش آمد یکا خوش آمد. بر بسیار معرکه بهترین شید برادران. نون بنومی فرزندانی با آرو ننگی قشلاقی جلبلاق ای برادر اسب حیدری توز خالگی بوده. با یکون تایدیگر بیا بایم گفت بگو کف فیضلی دیون کف فیضلی بهروز شده ای اسب کتش ما دور از تبینو بهروز تش بیو از پرنگ از پایک برادر تا نیستی همین جشت تا نیستی. جلالی از پناگی های کدام بگی usul gardon manka amca برشو میشتگی برشو میشتگی خودم میگه دوندی بعد اونا دونده ایران ناوتو یا شرکت تاوی تو شیطانی تاوی سنا علی شما خیلی گوش کن توار میشه برادر به خبر نمون بالای توفه میدان ده از خزینه یک برادر چی؟ سمند خطلانی از قشلاق دیوانه بود با این سوخوزی غلبه این نایه темурмалик نو میخوره چی هست؟ اکای پیسری اکای خالمامین بوده بسیار جوانمردی پیش ملک خطلان اکای خالمامین بود لیکن پیسری و پول خوب آورده و مرده تاون هنگ بوده برادر. خوش آمدی برادر خوش آمدی. چون نبوده بلوزده میده مرده میشوه خیلی خدمت داشته ما منتر مرده این برادر هیچی گم نیست. ای فیل ادوار با جان اومای با تن میبره تن اومای با جان میبره بسیار سخاوت پیشه پول در سری دستی چپ مای برادر به خبر نمان پهلوان میدانم همیشه بابا اومای خوبه همیشه بهترین توفه در دست ما از نامی فرزندی مرحوم بابای خالمامین قشلاقی دیوانه بابای سوخازی غلبه بز در هوا بز در زمین گاه در هوا و گاه در زمین سمند خطلانی
ای بس شده ای پروردگارا نه شوری نیست شوری که هزارش سرخه بچون برادرام از سیاکور شدم سالم که رفته سیاکورم کم کم شما بگین اوخی یکی دروغ نگین که ای به همه میشنوا برادر دروغ نگین برادر کم سفر یک خوش خبر آمد که چواندازه که با سمت دروازه پل حرکت میکرد ظفر پهلوانی سوخاز مراد بخش با اسب خانزاتی سلیمان دمیرال پدرش برادر نون بانومی ظفر پهلوانی سوخاز مراد بخش برادر بیا دلار تبگی دلار اورو ایره هیچی نفهمیدیم با قرب از آر تاجیکی حسابش کم 1 سامان 72 دیدم آن نزنم من کم یک تا لباسی شوپوشی زمستانه یک چند نبار میگن چی میگن همین لوازماتی آشخانه ده آشخانه 3 توفه بالای هم بز در هوا بز در زمین گاه در هوا و گاه در زمین او هوایی قبیده انشالله میگیرنش نمیدونم خچه با پشت پرتیان بس شما میگیرن لیکن خود بچه های زور میده نه یه ما بزن میکشیدن عریف نمیده عریف بچه ها اوه عریف باشه چواندازی کلا نیو کم کم فریب خودایی ده بزی از هم خوبه خیلیش نمیشاده هم روی آبا بز در دستی سرمروت باشه کنی گاه کن؟ شوریک نه سرمروت نه سرمروت نیست شوریک های وقتی شوریک های alkoholik نیست نه alkoholik نیست فالونی نه پارتیاش میشه چی میشه بز در هوای برادر داوری میدان نگاه که رفتی بازی دوران میشود چون که چواندازای حاضر زمان همش برای همین توفه دهما میکنه برادر تا سر حساب میکنم برادر باید یه اعتبار ساقط بشود یک دو سه برادر نصیبی خودم بوده ای برادر اخیر در سین پیران سالی صاحبی پیسه بخارایی گشتم بسم الله گفته در کیسم داختم برادر تو برادر ایجا بخیر لقیب دهی بسم الله گفتم در خیلی برام بازی میرم ای بچه پیش ما میرم با کار دیگه خیلی میشه برم برادر همین زیر دست یعنی کارگر دویم نوی در نو نکنی پاید سیر سودو تا میدونه یا سرلا میکردی دزدی مورا میدونست برم سرش کرد بچه خوب ده خیلی میگه هر جا لقیه یو خیلی باشی بزرگش شوریک پهلوان اسکر پهلوان برادر اسکر پهلوان اسب قربونی بشکپگی قربان در جمعیتی مطلوباتی ملکی ایسا قربون میگن قربون پهلوان انشالله با بشکپه در خسندی بز میشود چند سویر سور میخره برادر بنامی افتخاری مردمی جلبلوق یک کفکوبی شود که برادر
سیستان همش کتی ها اشنایی خونه بروخی همه بشنهی چوکنه اگه چی بود چی میه